مطرح شدن وجود فرازمینی ها در کنگره آمریکا. فردی از وزارت دفاع ایالات متحده ادعای خیره کننده ای را ارائه کرد که پنتاگون خلبانان غیر انسانی از یوفوهای سقوط کرده را پیدا کرده و شواهد فرازمینی را پنهان می کند. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. دیوید گراش که مسئول تجزیه و تحلیل UAP ها یا پهپادهای غیرقابل توزیع در سازمان دفاع آمریکا بود، با سوگند در جلسه کنگره آمریکا شهادت داد که خلبان‌های غیر انسانی توسط دولت آمریکا کشف و تلاش‌هایی برای مهندسی معکوس یوفوها یا همان بشقاب پرنده‌های سقوط کرده انجام شده. بعد از این جلسه ایلان ماسک توییتی زد و در آن عنوان کرد: نظر شما چیه؟ آیا وجود فرازمینی ها تایید میشه؟ برای دیدن پست‌های بیشتر پیج رو دنبال کنید.